چطوری خوبی؟ خسته شدی از بس تانگ رول میزنی؟ بیا بهت این صدا رو یاد بدم. برو بریم. درود بچه ها، ارکید هستم. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. اگه منو نمیشناسی، من ارکید بیت باکس هر هفته در مورد بیت باکس به صورت خیلی حرفه‌ای در مورد بیت باکس فعالیت میکنم. اگه دوست داشتی حتما کانال منو سابسکرایب کن و برو بریم سراغ ویدیو. خب برای این صدا همون اول تانگ رول رو بزنید که مطمئنم همتون بلدید. اگه بلد نیستی اول اون ویدیو رو ببین چون خیلی مهمه. اینجا یا اینجا میاد. بعد اینکه تانگ رول رو یاد گرفتی، حالا من یه توضیح مختصری بهتون میدم. همون این صدا رو در بیارید. بعد همون صدایی که میاد اونو قطع کنید. ما به این میگیم تانگ رول. حالا ما توی این صدا، یعنی این صدا، از تانگ رول استفاده میکنیم منتها به یه شکل دیگه و از این گوشه لبمون استفاده میکنیم. برای این صدا فقط کافیه که زبون تو بذاری سمت راست یا چپ. من با چپ راحت ترم، میذارم گوشه چپ دندونای بالایی. خیلی هم چپ نه، یعنی کمی متمایل به چپ. حالا همون تانگ رول رو اجرا میکنم. حالا ما اینجا میایم لب اینجامون رو، یعنی گوشه لبمون رو میاریم پایین تر. گرفتی چی شد؟ خیلی آسونه، صدای خیلی آسونیه و اگه یادش نگرفتی حتما توی قسمت کامنت ها ازم بپرس، من یادت میدم. توی چنل تلگرامم حتما عضو شید، اونجا کلی آموزش های رایگان گذاشتم. برو بریم چند تا پترن ببینیم. خب بچه ها، یه سری کامبو هایی هم بهتون میدم. مثلا میتونید این صدا رو با هامینگ بزنید. و سعی کنید فشار زیاد بیارید. همون اول فشار زیاد نیارید. من توی ویدیوهام خیلی گفتم اینو. میخواید یه صدایی رو در بیارید، آروم بزنید، آروم. یواش یواش که دستتون اومد صدا، با سرعت بزنید.
خب این بود از آموزش من. امیدوارم یاد گرفته بوده باشید. بازم مرور میکنم. اول تانگ رول، بعد میذاریم گوشه سمت راست یا چپ که من سمت چپ میذارم و همون تانگ رول رو اجرا میکنیم. بعد باد میخوره به پشت لب بالاییمون. بیارید پایین لبتون رو. که میشه این صدا. به بقیه آموزش های منم سر بزن. دوستار تو ارکید منتظرتم پیشرفت کنی، با هم بریم جلو و ازت یه هنرمند بسازم.